خب این قسمت دوم آموزش است. حالا میخوایم که یک کار دیگه از این پروگرام براتون نشان بدم. مثلا شما میخواین که یک عکس گرفتین یا چندین تا عکس گرفتین و چشمای طرف که عکس گرفتین سرخ است. مثلا این عکس، دوبار روی عکس کلیک میکنین که عکس باز شوه. اما قسم ببینید باز انجلا جولی است. انجلینا جولی رو میخوایم که چشمایش از حالت خطرناک و سرخ بودنش بیرون کنیم. در این بالا در قسم گفتم در بیسیک فیکسز کلیک میکنین و بعد در ریت آی کلیک میکنین. در اینجا اما قسم میبینین پروگرام اتوماتیک خودش سرخی های چشم از بین میبره. ببینین وقتی که سر پریویو کلیک میکنین سرخی های چشم انجل جولی از بین رفت و وقتی ما اگر دوباره به حالت اول ببینین و حالت حالا ببینین و اگر کدام عکس میبینین که چشماش دوباره اصلاح نمیشه خودتون میتونین که یک چوکات مثلا سر چشم بکشین و چشم اصلاح بکنه. به شکل که من با ماوس یک چوکات سر چشمش کشیدم و سرخی چشمش رو برطرف کرد. بعضی که سرخی چشمش برطرف شد میتونین که سر اپلای کلیک کنین و ما قسم میبینین عکس اصلاح شد و چی شد. خب پس دوباره در بالا در back to library کلیک کنین و اما قسم میبینین یک عکس دیگه هم اینجا دارم که چشمای سرخ است. دوباره روش کلیک میکنم بعد در رید آی و من با ماوس سر چشم چوکات رسم میکنم. اما قسم میبینین در ظرف 2 ثانیه 3 ثانیه سرخی چشمش از بین میبره. بعد در اپلای کلیک میکنم و اینجا دوباره در بالا در back to library کلیک میکنم. همچنان در روی عکستان میتونین نوشتان بکنین. مثلا عکسی که میخواین در رویش نوشته بکنین دوباره رویش کلیک میکنین که باز شوه. مثلا در روی یک عکس میخوایم که نوشته بکنیم. در اینجا ببینین در قسمت چپ تکست، در روی تکست کلیک میکنین. در این قسمت در قسمت اینجا در edit تکست میتونین که دستخطتون انتخاب بکنین از اینجا یا فونتتون. اینجا میتونین که سایز دستخطتون یا سایز فونتتون مثلا مایل رو مشخص کنین. اینجا میتونین که دستخطتون استایل یا شکل و آرایش بدین. در این قسمت میتونین دستخطتون طرف چپ، مابین یا طرف راست مثلا درستش کنین. در اینجا مثلا میتونین که در اینجا کلیک کنین میتونین رنگای دستخطتون انتخاب بکنین. در این قسمت در اینجا همون قسم میبینین اینجا یک نوشته دیده میشه، سرش کلیک میکنین بعد چیزی که میخواین نوشته میکنین. وقتی که نوشته کردین همون قسمی که میبینین میتونین که با ماوستون کلان بسازین، راست چپ هر طرف میتونین تغییر بدین. میتونین پایان بالا برنشه. همچنان از اینجا از این قسمت میتونین ترانسپرنسیش مثلا نوشته را خیره بسازین. وقتی که مطابق به خواستتان یا ذوقتان بود میتونین که سر اپلای کلیک کنین و نوشته تان دیده میشه. اما قسمی که میبینین نوشته مادر وید بیبی که من نوشته کردم اینجا. اما قسم میبینین نوشته میشه ولی اینجا میتونید که ترانسپرنسیش هم تغییر بدین یا کم رنگ بسازینشه. میبینین اما قسمی که میبینین من رنگش کم رنگ ساختم از طریق ترانسپرنسی. مثلا شما بالاخره هر کاری که میتونین انجام بدین یک اندازه تمرین که کنین مطابق به ذوق خواستتون که شد و سر اپلای کلیک میکنین. خب همین قسمی که دیدین ما میتونیم عکس های خود از طریق پروگرام پیکاسا از بیسیک فیکسز، تونینگ و افکت
کارهای مختلف را انجام بدیم. میتونیم که از بیسیک فکسس اصلاح بکنیم عکس های خود در اینجا که نشان دادم و در تونینگ میتونیم خود ما طرف به این تکمه رو بگیریم طرف راست و یا چپ با ماوس تغییر بدیم و روشنی عکس خود یا رنگش رو تنظیم بکنیم و همچنان از افکت میتونیم که افکت های اینجا که هست افکت بدیم عکس خود که میتونین خودتان تمرین کنین. خب این بود قسمت دوم آموزش. شما میتونین که قسمت سوم آموزش هم ببینین که جالب است و آموزنده و حتما مطمئن هستم که به دردتان میخوره.